بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای افضلی هستم، سید محمود، یکی از کشاورزان دشت نمدون. کشاورز نمونه. خب حالا میشه بفرمایید که امسال چه کشتی انجام دادید که نمونه شده؟ نمونه همین شلغم کشتم و لبو. شلغم و لبو. حالا میشه نمونه محصولتون رو به ما نشون بدید؟ بهترین شلغم یکی از مزارع. به یک دستی این بیا تو نور من ببینم. فکر میکنم هست 5 کیلو. بله بله. بعد لبوتون کو؟ لبو نمونم اینا به. لبو. لبو یا شلغم. این لبوه. این ژنتیکی برعکس شده فکر کنم. من می‌خواستم اون بزرگ کنم، این بزرگ شده. اشتباهی. خدا وکیلی اومدیم اینجا. توی مزرعه. این نگاه هر کدوم از شلغما هر 4 5 کیلو. بعد لبو هر چی کشیدیم همش انگار مو کاشت. انگار مو کاشته. این برعکس شده، این برعکس. باور کنید همینجوری مثلا نگاه کردم من پیدا نکنید اونا رو انتخاب کردم. الان مثلا بیاد مثلا اینا. نه اینا. این شلغمش چیه؟ بعد مثلا یه لبو بغل دستش اینجوری می‌بینی؟ این لبوه. این لبو. لبوش اینجوری شده، شلغمش اینجوری. خب این آقای چه کار کردید اینقدر موفق بودید؟ من از بچه کشاورزی اینا اومدن اینجا گفتن این کارا بکنید. به همین خاطر موفق شدید.